یه تکنیک هست به نام STG که فارسیش میشه بایست، فکر کن، برو انجامش بده و باید با کارهای شخصی خودمون اول شروع کنیم. بایستیم، این کار جلوی تنشامونو میگیره، فکر کنیم و بعد انجام بدیم و در اعمالمون اونو مدتی تبدیلش کنیم به یک نگرش درونی از ساده ترین چیزها که انگار هر کاریو که میخوایم انجام بدیم اولش باید بایستیم، فکر کنیم، بعد بریم انجام بدیم. میخوایم بریم مهمونی، بایستیم. چی شده که میخوایم بریم مهمونی؟ هدف چیه؟ حالا چگونگیشو برو و انجام بده. عصبانی، یه دقیقه بایست. کدوم حالت بد والد مولدت فعاله؟ چراغ قرمز میگه بایست، فکر کن. فکر کن که چه کار کنی بهتره. همیشه از طریق کودکت پرخاش میکردی یا از طریق والدت نقد بی پایان میذاشی روی موضوع و پدر طرف مقابل تو در می آوردی. فکر کن که چه رایی برای تو بهتره. فکر کن چه رایی برای خانوادت بهتره. این تکنیک چراغ راهنماییه. بایست، فکر کن، انجام بده. ما رو راهنمایی میکنه به تدریج از حالت تناکشی بیایم بیرون و یادمون باشه که گاهی تو زندگیمون انقدر دچار تندی میشیم که آهستگی رو فراموش میکنیم. آهستگی درک عمیق‌تری به ما میده. پس ما یادمون باشه که همیشه در هر حال تندی نکنیم، آرامش داشته باشیم و آرامش رو به بقیه هم هدیه بدیم. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو همراه من بودیم. من دیبا، اینجا کانال حس خوب زندگیت هست. از اینکه من به دوستاتون معرفی میکنیم ممنونم. لایک و کامنت یادتون نره. منتظر کامنت های زیبای شما هستم.